وطندارای عزیز ببینین یک ویدیوی جالب، یک ویدیویی که مردم حیران ساخته. یک نفر که نزدیک کوه خانه‌اش بوده، یک سگ داشته. سگ از هر روز صبح از خانه میبرامده و شام دوباره پس برمیگشته، یک چیز میخورده، پس میرفته طرف امی کوه. این نفر صاحب از حیران شده چرا سگ می کار میکنه، صبح میبره و شام دوباره خسته و زله پس می یک چیزی میخوره و پس برمیگرده. خلاصه ای از یک ویدیو گرفته، ای را تعقیب کرده که کجا میره. وقتی که نزدیک شده دیده که ایده غار میدره، اونمونجا چوچای شیر میته. خیال از این که سگ از این چوچه داده، اما نزدیکتر که رفته دیده که چوچه از خود از این نیست، چوچای گرگ است، گرگای وحشی، گرگای کوهی یا هستند. شما خودتان میبینین، ببینین چوچکای گرگ وحشی است. او سوتر رفته دیده که امی مادر از این گرگا مرده، خیلی وقت شده. ببینین شما خودتان میبینین سوتر مادر از یا مرده و این گرگ، این سگ از این آدم هر وقت میرفته چوچکای زیر شیر میداده. سبحان الله، قدرت خدا رو ببینین شما. چوچکای زو صحیح و سلامت.